در جستجوی حقیقت، روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. تاریخ انسان مملوء از نبرد حق و باطل است. محققین زیاد در رابطه با دستهای چیزایی نشته که یکی از معروف ترینش فعلا شیلی بسیار بارز است در امریکا حضور دارد به نام فینکلشتاین است که خودش امریکایی است، تباری یهودی داره. در این مقاله شما بسیار به صورت موجز و فهرستوار به این پرداختین که علت اصلی حمله امریکا و اسرائیل به ایران چی است؟ چه کارهایی در متن خود از این جنگ صورت میگیره؟ در بطن جنگ چی است؟ و از کجا آغاز شده؟ انگیزی اصلیش چیست؟ 3 معجزه را گفتیم. اولی تأسیس دولت صهیونیسم در سرزمین فلسطین، دومی 1967 حمله ای که به کشورهای عرب نمود و اونا را موفق شد که شکست بدن. معجزه سومی آوردن سفارت امریکا توسط دونالد ترامپ به اورشلیم و 4می حمله به ایران. تحقیقات آبرومند بسیار عمیق، انسانی و انسان دوستانه است و حق زندگی را برای همه انسان ها قائل است. الحق و الانصاف امروز ایران پرچم عدالت خواهی را برای جهانی ها علم کرده. انشالله که بشریت در مجموع به حد برسه که به جای تولید اسلحه به تولید نیکی ها و خوبی ها روی بیاره و به فکر ازی باشه که شکم گرسنه های جهان اسیر کنه. رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده ها و همسو با حقیقت. به نام حق. تاریخ انسان مملوء از نبرد حق و باطل است. در بین کشورها دولت اسرائیل که نامش با ظلم، جنگ، خونریزی و جنگ افروزی گره خورده است. این ادعا نیست، واقعیت ثبت شده در تاریخ. کسانی که شک دارند می توانند با یک سرچ در گوگل یا یک تحقیق 10 مقاله در این مورد بیابند. دولت اسرائیل چند سال قبل شکل داعش فعلی را داشت، اما برنامه امروز ما در مورد ریشه‌یابی حمله امریکا و اسرائیل به ایران است. در این مورد ما در خدمت محقق و نویسنده، انسانی که عمر در پی آزادی مبارزه نموده، مخصوصاً در جهاد ملی افغانستان سهم بارز داشته است، در خدمت ایشان هستیم و نام گرامی ایشان عظیم آبرومند است و فعلا ساکن آلمان. آبرومند صاحب، عرض سلام دارم. بسیار تشکر که دعوت رادیو کتاب پذیرفتین و حاصل زحمات و تجربه های خیش را برای مخاطبان رادیو کتاب بیان میکنین. مایک در خدمت شماست. سلام علیکم خدمت جناب محترم محسنی صاحب و بینندگان رادیو کتاب. امیدوارم که ایام شریف رمضان به خوشنودی و فیوز زیاد سپری کنین. چندگاه من تحقیقاتی کردم در رابطه با مسئله اسرائیل. چند سال پیش هم یک مقاله نوشته کردم که انتشار پیدا کرد و امروز هم دیباره منتها محققین زیاد در رابطه با دستهای چیزایی نوشته که یکی از معروف ترینش فعلا شیلی بسیار بارز است در امریکا حضور دارد به نام فینکلشتاین است که خودش امریکایی است، تباری یهودی داره. در پهلوی از این شخصیت های بسیار بارزی که فعلا در مدیا چهرهای معروف هستن، یکیش آقای مشایمر است که پروفسور علوم سیاسی هست در امریکا فعلا و از چهرهای معروف ریالیستیک علوم سیاسی هستن، و دیگر پروفسور زکس هست، جفری زکس، که هم خیلی مشهور است در رسانه‌های جهانی و به یک زبان شیوای انگلیسی هم صحبت میکنم. من قادر وارد نیستم، اما بسیار زیبا و محقق است. او هم از معروفترین چهره‌های یهودی تبار است و خودش از یک اقتصاددان است. به او خاطر هم از تاثیر گذاشته سر تحقیقات من کم بیش. اما یک مسئله دیگه که بسیار مهم است، آقای فقید ادوارد سعید است.
ادوارد سعید خودش مسیحی هست، بعد از اینکه از فلسطین در دوران طفولیت مجبور به فرار شدن و رفتن به مصر و از مصر لبنان مصر آمدن با پدر خانوادگی خود به امریکا و یکی از شهیرترین چیره‌های میتونیم بگوییم حتی که چیره‌های ضد استعماری هست که آقای سعید که فوت کردن سالیان قدیم و مهمترین کتابش هم به نام شرق شناسی است که در همه دانشگاه‌های بزرگ اروپا و امریکا میتونن بگویم یک تغییر پارادایم بود. بسیار سرش حملات زیاد کردن، اما یک کتابش بسیار معروف است، هم تاثیرگذار است که چیری واقعی اسرائیل و شرق شناسی رسمی اکادمیایی برجسته جهان معرفی کرد. از اون نگاه به مسئله اسرائیل که برسیم، نقطه جمله که آخرش میخوایم بگویم به این ترتیب است که با تشکیل اسرائیل 1947 بر سر همو که او قطعات چیز گرفته بود انگلستان زیر در تقسیم بندی بعد از جنگ جهانی و اول بباشیم و دوم که امپراتوری عثمانی فرو پاشی شد، در این فروش پاشی که صورت گرفت قسمتش به فرانسه و انگلستان رسید و خلاصه ای که بس خاصه کارهایی که انجام گرفت در سطح بین‌المللی از نقطه نظر تقسیم قدرت و میراث خور قدرت جهانیش که قبلا این برجاتای کبیر بود و بعد از او میراث خورش ایالات متحده امریکا شد. با پشتیبانی امریکا اسرائیل ایجاد شده به اسرائیل یگانه کشور است در جهان که بس خاص تبعیض طبیعی تراژیک تبار یهودی به میان آمده و این میتونن به مفهوم امروزی که مطرح هست مسئله سیونیسم که یک ائتلاف هست بین امریکایی‌های ایوانگلیست ها و معتقدین به یهودیت من حیث نژاد و یهودیت من حیث دین و مردم یک جای با ایوانگلیست های مسیحیت امریکایی متحد شدن و این تشکیل قوی بنیه اصلی سیونیسم امروزی حاکم در زیارت‌های جهان همین است. بله، من یکی از مقالات شما را تحت عنوان معجزه چهارم خواندم صاحب. در این مقاله شما بسیار به صورت موجز و فهرستوار به این پرداختین که علت اصلی حمله امریکا و اسرائیل به ایران چی است؟ ما در این باید میخوایم که انگیزی زیرنده جریان شبهای رمضان بود و آغاز املاک که صورت گرفت، یعنی جریان رمضان است و ما مسلمان شرق یک ایام بسیار شریف و خجستی هست و چی مسلمان باشه چی نباشه انسان، چی دیندار باشه یا نباشه، وقتی یک جامعه باشه کجا جامعه دیندار است یک سلسله بهش تجلیل میکنی به یک ترتیب از نقطه نظر فرهنگی در محبوبی فرهنگی و این محبوبی فرهنگی که اصلا ما در طول زندگی خود رمضان تجلیل میکنیم، اما دی روزای تجلیل مثل که در گذشته در غزه حملات شدید رخ داد چندین سال 2011 بود که تقریبا در حدود یک ماه دوام کرد. یه حمله شدیدی که بالای جمهوری اسلامی ایران شد، یه حمله هستی نگاه برای من بسیار تاثیرگذار روانی بود. به او خاطر خواستم یک مقاله تحقیقی تهیه کنم و انگیزی نبود که من او عنوان زیر به ترتیب کنم که در تحقق معجزه چهارم نامش بود، یک کوشش ناکام و نافرجام امریکا و اسرائیل نامش گذاشتم. اما وقتی آغاز به کار کردم که این مقاله بنویسم به این خاطر نبود که ما اثبات ازی کنم که چه کارهایی در متن خود از این جنگ صورت میگیره، در بطن جنگ چی است و از کجا آغاز شده، انگیزی اصلیش چیست. وقتی قدم گذاشتم از خاطر به این من معتقد شدم که اینا نباید بگذارم تحقق معجزه چهارم و معجزه چهارم میشه که یک سلسله چیزای پیش قدم بوده باشه، 1 2 3 تا 4 برسه. قبلا در صفحه فیسبوک خود انتشار دادم که آقای پیت هکست وزیر پنتاگون یا وزیر خودش و با کمک رئیس جمهور نامش گذاشتن وزیر جنگ. یکی از جوانترین وزرایی است در این کابینه، در پهلوی دیگر اشخاصی که هم جوان هستن، معاون رئیس جمهور امریکا، اما
نشانه از این است که این آدم در جنگ افغانستان آمده بود داخل افغانستان، به او خاطر باید با این آدم آشنا باشه، با این شیرها. بعد از این کام متوجه شدم در اتفاقی در مدیام یک عکس دیدم، در او عکس بدن اوریان داشت، صرف قسمت بدنش اوریان بود. در اونجا بعضی چیزا نشته بود، خالکوبی های زیاده بود در بدنش. با او خاطر توجه من جلب کرد. رفتم تحقیق کردم که اینا صحبت های کردن در انگلستان شما آمده بودن در بله. اتاق تکتونیک و ایده سخنرانی انجام داد و دی سخنرانی از سه معجزه گپ میزنه که معجزه اولش همین تاسیس دولت اسرائیل است در سال 1940. بعدا سال 1967 حملی که اسرائیل با کشورهای عربی کردن و به نام جشن جنگ 6 روزه کیات میشه. بله. بعدش در سال 2017 ایران از اینکه بیت المقدس که اورشلیم میگنش به کمک و تبلیغات و موقفگیری خود دوره اول آقای ترامپ پایتخت باید اسرائیل باشه، بیت المقدس شرقی. و میگفت که چون این سه کار صورت گرفته، هیچ سه معجزه است در تاریخ ما، در تاریخ زندگی ما، و چهارمیش هم تحقق بیافته و امیدوار است که دمی روزا تحقق بیافته. چهارمی است که به عوض مسجد اقصی، بیت المقدس، مسجد اقصی اوجا معبد یهودان اوجا ایماق شد، یک تحقق تاریخی پیدا شد. این به نام معجزه از او خاطر در تحقق معجزه چهارم نام گذاشت. همین یک جمله دیگر میخوام. آقای هکس در سخنرانی کرده و اعتقاد به این داره که باید مچه که سیونستای جهان با بشمول مسیحیت ایوانگلیست کوشش مداوم انجام بدن و اما نیرو توانایی خود به خصوص دولت امریکا باید کوشش کنه که تحقق بیافته موضوع چهارم. و موضوع چهارم وقت تحقق میافته که چند کار صورت بگیره. کار اصلی است که باید ایران، جمهوری اسلامی ایران، از که صد بزرگی هست در مقابل این مسئله، او باید از بین برداشته شد. مقدمی از ما غزه و لبنان بود. مقدمی اصلیش غزه یک میخواست به اصطلاح یک آزمون احساسی مردم مسلمان بود، یک آزمون، واقعا یک آزمایشگاهی است از مسلمان های جهان. یا اقدام کردن به این که نسل کشی کنن، زنان را بکشن، کودکان را بکشن، از خاطر اصطلاح کودک کش و زن کش و نسل کش، که چه احساسات در ذهنیت مردم مسلمان صورت میگیرن. این اوج احساسات دامبر است. وقتی اینا موفق شدن دیدن که ما در خواب غفلت زمستانی فرو رفتیم، آل ما اقدام از این قطعا کار انجام دادن میتونیم. و نمونه اولش جنگ 2003 سال گذشته بود که ایران انجام داد. بسران دولت از این از من بودن بهترین شخصیت های سیاسی، شخصیت های اجتماعی و شخصیت های علمی. و بعدش یه عمله کشف شد که رهبری یک کشور که مردم معتقد بود است و این انتخاب قصدی و عمدیشان بود که کار انجام بدن با دو کار. یکی رهبری معروف و چیری شناخته شدن در سطوح مختلف جهان، به خصوص جهان مسلمان، به خصوص جهان مسلمان تشیع که احترام برش قائل هستند و هر ترتیبی که بوده باشه اونا احترام دارند و نقطه اعتقادی بهشون احترام دارند، نه از خاطر سیاست و وجوهات شخصی. با وجود که ما به این شخص از نقطه ترجمه هایش مشخص خودم آشنا بودم قبلا، که تا اثر معروف سید قطب به زبان فارسی به کمک دو نفر یک جا خرمشاهی و آقای خامنه‌ای یک جا کتاب عدالت اجتماعی در اسلام به زبان فارسی بسیار سلیس ترجمه کردن. با سادگی سید قطب از او خاطر در دوران جوانی خود در داخل افغانستان در 18 سال داشتم، 19 سال کتاب در پیش پارک زرنگار فروش میشد، از اون کتاب گرفتم. اما دیگه هیچ کدام آشنایی دیگه نداشتم. اما یک آدم شهید ساختن، با شهید در جایی ساختن که در زندگی شخصی نورمال ساده فرزندش، نواسیش، یکی نیمی انسی نواسیش شهید ساختن و خانمش و امی خانوادی یه از خانوادیش خیلی زیاد. و این یک سبک کار است که قبلا انجام داده بود امی دولت اسرائیل با موساد. او قبلا نمونهش بیم سندوار، یکی از شخصیت های برجسته تاریخ دیگه است. اونیه را کشتن، سندوار را کشتن. این در ردیف ما قرار دارن، مثل نصرالله رهبر حزب الله برای اونا را شهید ساختن. اینا شخصیت
به او خاطر این به اصطلاح آزمون، چون قبلا غزل نسل کشی کرده بودن، میخواستن در این آزمون موفق بشن. بسیار خوب صاحب. 3 معجزه را گفتین. اولی تأسیس دولت صهیونیسم در سرزمین فلسطین. دومی 1967 حمله ای که به کشورهای عرب نمود و اونا را موفق شد که شکست بده. معجزه سومی آوردن سفارت امریکا توسط دونالد ترامپ به اورشلیم. و چهارمی حمله به ایران. به نظر شما این حمله ای که به ایران صورت گرفته با در نظر داشته از که شما در این مورد تحقیق کردین، تجربه زیاد در مبارزه دارین، دولت فعلی امریکا و اسرائیل در این جنگ شکست خورده؟ به صورت عجلا نمیتونیم که بگویم، اما چون امروز از روزی که این مقاله رو منشور کردیم تا امروز تقریبا 7 روز متوجه میشیم که از نقطه نظر روانی جنگ باختگی است برای امریکا و اسرائیل، بر هر دوش. با وجود که تمام رسانه‌های جهانی با تبلیغات رسمی، با شیوه تحقیقاتی که در این بخش بسیار زیاد موفق هستند، چون این علم روانشناختی ذهن انسانی، یعنی روانشناختی با ذهن و رفتار نفس انسانی سر کار دارن. در این مسئله بسیار پیشرفته است ایالات متحده آمریکا. این از آلمان بعد از جنگ جهانی دوم به میراث برد و تحقیقات عجیب اونها انجام دادن در دوران امی چندین 70 سالی که گذشت از جنگ جهانی تا امروز. ما اینه باید بی اثر نبینیم که آنقدر مهیب است همین مسئله چیز روانشناختی که سر رفتار و ذهن و فکر انسان تاثیر میگذارن. بالکل این قاطعیت است. خب ما نمیخوایم دیگه باره، چون بحث نیست، نمیخوایم این موضوع بیشتر بکاویم. مسئله اصلی است که نقطه روانشناختی جنگ باختشی شد. نقطه فن چرا باختشی شد؟ چون یک امریکا معلوم شد امروز در صحنه عمل معلوم شد یک ببر کاغذی است در تسهیلات جنگی، در فناوری و در علم مدرن امروزی جا افتاده بود. جنگ دوم جهانی به این طرف یک به اصطلاح عزیز لذت برده بود، تلذذهای مادی را در اختیار خود قرار داده بود و همه جای از زیر اثر خود گذاشته. با همین تبلیغات وسیعی که داشت یک مغناطیسی شده بود که تمام فکورترین شخصیت ها را میخواست داخل خاک خود بیاره، اونا تحصیل کنن، دانشمند و از دانششون میخواستی استفاده زیادی این کشور کرد ایالات متحده آمریکا. امروز ایران به جان واضح ساخت با وجود تحریم‌های اقتصادی، با وجود بسیار تحریم‌های اقتصادی شدیدی که در ایران وجود داره، این مردم آنقدر مستعد هستند، منیس انسان در این زمین آنقدر استعداد دارد که آدم باهوش زده میسازه. با وجود تحریم‌ها آنها تونستن که در فن مثلا تسلیحات عالی، تسلیحات جنگی پیشرفته باشن. و کشورهای جهان به این ترتیب است که وقتی که شما میخواین پیشرفت علمی تا نشان بدین، اثر اولیش در تسلیحات است، در نظامی است. به خاطر محفوظ ساختن حریمتان از حوادثی که عواقب حملات شدیدی می باشه محفوظ باشه. در تسلیحات جنگی شما سرمایه گذاری میکنن، اولین نشانیش همیست. در امریکا هم میبینید، در کلشن. به اون خاطر ما میبینیم که چقدر ناکام، گرچه بسیار خونباهای زیاد ایرانی ها میپردازند در این جنگ غزه انداخت، اما این خونباها اونا رو متحد ساخت. و خود یک بحث هم هست که میگن که ما در این نظر هستم که قصدر همدن امیر رهبر قبلی ایران خامنه‌ای ای جان خود به کف دست گرفت، خواست که شهید شود تا پیام بر بازماندگان خود که ملت ایران است داشته باشه. و این پیام نه تنها برای ملت ایران، برای توحیدش تمام سیر القومی است، پیام داشت که شما متحد باشن و به جان اسلام هم پیام گذاشت. ما نمیتونیم از این منکر شیم. من خود مسئله تسنن هستم، اما من چیز میگم، من افتخار میکنم که همینطور یک شخصیت نامی در جهان اسلام موجود داده، قد بلند کرد، در مقابل تجاوز ظلم ایستادگی میکنه. و این تجاوز یعنی ساختاری این رژیمی که در چیز است اسرائیل است، ساختار اجتماعیش بر می اساس استوار شده که باید تجاوز کنه، باید خونریزی کنه. حفظ زندگی و حیاتش برای تجاوز ساخته شده.
اگه یه از پیشش بگیری، اه، اسرائیل واقعا مزمحل و منفعل میشه. باید در طفل کودکش به دنیا به تولد میشه. فکر میگم ما شما یک سیلا داریم در کابلی، میگید به گوش خازان داده میشه، به بله گوش زو. بله. امی تاکید ورزیده میشه چیز که مسئله عمالیق اما مفهوم یهودی است که صد رایشان دشمنانشان قرار داره به خاطر تحقق آرمانهای بزرگشان، چون از این به اصطلاحی امی اعتقادی که خودشان دارن از سرزمینشان، یعنی تبعید شدن یا به تبعید مواجه شدن، قصدن و همدن خوندیدی شده. باید ما در مقابل دشمنان خود، مردم اسرائیل به این اعتقاد است، باید قضیه عمالیق یا حکم عمالیق عملی کنیم. عمالیق به مفهوم که زن، فرزند، حیوانات، مردان، هر چیزی که هست باید نابود کنیم. هر چیزی که در مقابل ما برای تحقق آرمان ما باشد باید نابود کنیم. این مسئله عملیق است و این اعتقاد دارن به این مسئله. این نمیم که یک طیفش اعتقاد داره، یک طیفش در گوش پسر و بچه و دخترش این بسیار تحکید و از این آزان دادن. ما از این چشم پوشی میکنیم از خاطر در تصور ما نمه همچون چیز امروز در قرن 21 وجود داشته. اماریخ که فرمودین صاحب گویا حکم تورات است به این شکل، و توراتی که مسلمان ها معتقد است منحرف شدن ولی برای خود از اونا مقدس ها. بله بله بله. ارتباط حمله امریکا و اسرائیل در ایران دقیقا همی چیز بوده؟ یک نکته است که میه، بله، به خاطر من میخوام که بس خود تحقیقات که شد که وقتی که وزیر دفاع یک کشور، وزیر جنگ ایالات متحده امریکا، مرد 45-46 سالی هست، این ظاهر میشه من در یک مجلس تجلیدی که در انگلستان صورت گرفته و ثبت میشه و برای مردم جهان میگه که من این کارم، یعنی سی معجزه‌ای که قبلا یاد کردیم چهارمیشون به تعقب رفت. یک مثلا این بیان میکنه با وجودی که موضوعات میگه، پیامی که در بدن خود برای مردم جهان داره که نشست من کافر است به افتخار بعد جنگ در افغانستان است، یکی از خالکوبیایش نشست کافر، دیگه بالای زون نشست به انگلیسی نشست اراده خدا. اراده خدا را میخوایم تحقیق، و یکی از اراده خدا همی است که معبد یهودان در عموم سرزمین موعود باید دوباره اعمار کنم. با وجود از هم آقای ترامپ این انتخاب میکنم میگه خب وزیر جنگ یا وزیر دفاع ما باش. به خاطر این آوردن که جنرالایی که در امریکا هستن، اکثر این جنرالا جنگ دیدی افغانستان نه، جنگ دیدی حتی ویتنام است. همین یک ارث بود. حتی بعضی رؤسای جمهورشان در جنگ ویتنام رفتن و افتخارم میگه ما افتخار داریم که در جنگ ویتنام سهم گرفتیم. بعدم جنگ افغانستان مثلا این مطرح است. این جنرالا بسیار با تجربه که از افغانستان هستند، با تجربه که از عراق دارن، اینا به این صورت نمیخوان که منافعشان، منافع اولیاشون بخدار مواجه شه، منافع خود امریکا. اما سیونستایی که حاکم شدن به خاطر کمک سرمایه عظیمی که در اختیار سیونستا است، به کمک سیونستا، به حمایت سیونستا جهانی، سرش هم قدرت مالی که دارن در امریکا هست که آقای ترامپ به قدرت رسید، تبلیغات مبارزات انتخاباتی بسیار بسیار زیاد، پول زیاد وافر مصرف میشه. و یکی اما سرمایه عظیمی که در اختیار این به نام لری فینک یاد میشه. لری فینک یکی از شخصیت هایی است که خودش یک سیونیست است، یهودی تبار است، یعنی سیونیست مسیحی سیست یهودی هست و این مدیر عامل، ما شما میگیم از بزرگترین کارتل یا از بزرگترین شرکت دنیاست. و شرکت تولیدی نیست، شرکت مالی است. مدیریت 10 تریلیون دلار آمریکایی در اختیارش است. مدیریت 10 تریلیون دلار آمریکایی رو میتونه از این نقطه به یک نقطه دیگه انتقال بده و میزای از اونا حکم میرانه. و این هم اعتقاد به این مسئله امی سیونیزم داره. و اینا شما ببینید که سرمایه عظیم که در اختیار از او است چه کارهایی با میتونه دولت ها را در یک شب نیست نابود کنه. در یک شب میتونه بزرگترین شرکت های جهان از بین ببره. در یک شب میتونه بزرگترین سرمایه جهانی را در حرکت بیاره، فشار بتسش. بزرگترین دانشگاه ها را میتونه
سرخم کنه. بسیار عظیمه این سرمایه 10 تریلیون داریم و یک قسمتش هم همه از این سرمایه، یک قسمت ناچیز از این 500 میلیاردش، نمیدونم 800 میلیاردش از آل سعود است که اون مدیریتش میکنه در اون شرکت کلان خود که داره. و به خاطر این سمبول میگن دیگه کشورها بستن به اون خاطر یا دست به هم دادن تبانی کردن یا آقای چیز ایلان ماسک مشهورترین سرمایه‌دار جهان است، نیست یک شخص. اینا بحث دمی ایلان ماسک نگه داریم صاحب. در بله قسمت دوم میریم انشالله، در هفته آینده ضبط میکنیم و پخش میکنیم. درست است؟ بیننده های گرامی، همچنان که شاهد بودین و انصاف میتین که تحقیقات آبرومند بسیار عمیق، انسانی و انسان دوستانه است، نه از دیدگاه یک مسلمان بلکه از دیدگاه یک انسانی آزادی که برای عدالت مبارزه کرده و حق زندگی را برای همه انسانها قائل است. چند تا معجزه از منظر وزیر جنگ امریکا نام برد. البته بیننده ها توجه دارند که تا قبل از به قدرت رسیدن ترامپ دوره دوم وزارت دفاع بود و ایشان که آمد با اشتیاق تمام گفتی باید وزارت جنگ باشه، به خاطری که با امی جنگ معجزه چهارم محقق میشه و نشان داد برای ما بسیار مختصر و مفید که با نیروی سرمایه کار صورت میگیره. جالب است که بدانیم که پیغمبر اسلام که یکی از القابش رحمت للعالمین است میفرماید حب الدنیا رأس کل خطیئه. دوستی دنیا سرآغاز تمام پلیدی ها و پلشتی هاست. چنانچه میبینیم از جزیره اپستین بگیرین، حمله عریان و بیرحمانه در مکتب دخترانه 169 نفر دختر دانش آموز این مکتب ابتدایی شهید شد. این حملات ادامه داره. غبن میشه آبرومند صاحب اگر ما به عنوان مجری از شجاعت امروز مردم ایران بیان نکنیم. امروز چنان جمعیت عظیم به خاطر روز قدس آمده بود صاحب، اصلا ترسی در چشم زنا مشاهده نمیشد، در حالی که اسرائیل و امریکا بمبارد ادامه میداد. الحق و الانصاف امروز ایران پرچم عدالت خواهی را برای جهانی‌ها علم کرده و یک مقدار موفق بوده، چنانچه آبرومند صاحب اشاره کرد، از جمله‌ای که امریکا با زرنگی تمام مغزهای خوب از جهان جذب میکرد. این ابوهتی از اینا شکست، چنانچه اینا در 47 سال محاصره اقتصادی تانستن بهترین موشک‌ها را تولید کنه و امروز به دردشان بخوره. انشالله که بشریت در مجموع به حد برسه که به جای تولید اسلحه به تولید نیکی ها و خوبی ها روی بیاره و به فکر ازی باشه که شکم گرسنه های جهان اسیر کنه. یک دنیا ممنون. آبرومند صاحب بزرگوار، خیلی لطف کردین. شما را و همه بیننده ها را تا هفته آینده به خدا میسپارم. است شما هم شما تشکر. خداحافظ. ادبستان، یادآور آداب گفتار و نوشتار درست. درس‌های مختصری از دریای بیکران ادب فارسی و زودی از رادیو کتاب. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.